زمین، خونه ما، یه گوی آبی کوچیک وسط یه اقیانوس عظیم کیهانیه. اینجا تمام آدم‌هایی که تا حالا شناختی زندگی کردن. همه داستان‌هایی که شنیدی همینجا اتفاق افتادن. خونه‌ای که تا الان جایگاه میلیاردها انسان و گونه جانوری بوده. سفر ما قرار از همین خونه شروع بشه و با هم وارد یک ماجراجویی بی‌انتها بشیم برای رسیدن به یه جواب. جهان هستی واقعاً چقدر بزرگه؟ پس با پلنت چی همراه باشید. اولین ایستگاهی که قراره بهش برسیم ماهه. شاید تصور کنید ماه خیلی به ما نزدیک باشه، اما باید بگم که این قمر خوشگل ما حدود 384,000 کیلومتر از ما فاصله داره. این فاصله اونقدر زیاده که برای پر کردنش میشه 30 تا زمین دیگه یا حتی تمام سیارات منظومه شمسی رو کامل جا داد و این دورترین جایی که پای بشر بهش رسیده. اما این فقط اول راه بود. مقصد بعدی ما قلب زندگی بخش منظوممون یعنی خورشیده. فاصله ما تا ستارمون چیزی حدود 150 میلیون کیلومتره. مسافتی که به عنوان یک واحد نجومی هم در نظر گرفته میشه. تصور کن که نور با اون سرعت حیرت انگیز 300,000 کیلومتر بر ثانیه‌اش حدود 8 دقیقه و 20 ثانیه طول میکشه تا از خورشید به زمین برسه. ولی اگه هنوز این عددا به نظرت کوچیک میان، باید بگم که اگه قرار باشه با وسیله‌ای که سرعتش برابر با بروزترین هواپیماهای مسافربری از زمین به سمت خورشید خودمون حرکت کنیم، این سفر چیزی حدود 19 سال طول میکشه. از خورشید فاصله میگیریم و میریم سراغ سیاره همسایه و مقصد احتمالی بشر در آینده یعنی مریخ. فاصله ما نسبت به این همسایه قرمز و مرموزمون متغیره. مریخ تو نزدیکترین موقعیتش نسبت به ما حدود 54 میلیون کیلومتر فاصله داره و تو دورترین موقعیتش 401 میلیون کیلومتر دورتر میشه. یعنی اگه روزی یک انسان موفق بشه پا روی مریخ بذاره، مقدار مسافتی که طی کرده بیش از 980 برابر مسافتیه که فضانوردان آپولو 11 طی کردن تا به ماه برسن. اگه بخوایم درک بهتری از این مقدار فاصله پیدا کنیم، میتونیم بریم سراغ همون مثال حرکت با سرعت یک هواپیمای مسافربری، یعنی چیزی حدود 900 کیلومتر بر ساعت. با همچین سرعتی تو نزدیکترین موقعیت مریخ بهمون بیش از 7 سال و تو دورترین موقعیتش نسبت به ما بیشتر از 50 سال زمان میبره که به سیاره همسایه‌مون برسیم. قدم بعدی ما اینه که سفر رو انقدر ادامه بدیم تا وارد ناحیه سردتر و دور افتاده تر منظومه شمسی بشیم، جایی که نپتون منتظر ماست. این قوله یخی حدود 4.5 میلیارد کیلومتر با زمین فاصله داره و نور با اون سرعت غیر قابل دسترسش برای اینکه از خورشید به نپتون برسه باید یه سفر 4 ساعت و 15 دقیقه‌ای رو داشته باشه. اما خوشبختانه انسان موفق به ساخت چیزی شده که خیلی وقت پیش تونسته حتی از نپتون هم فراتر بره. وویجر 1 فضاپیمایی که سال 1977 به فضا پرتاب شد و بعد از گذشت نزدیک به 5 دهه الان چیزی حدود 25 میلیارد کیلومتر یا 166 واحد نجومی از زمین دور شده. سال 1990 زمانی که این فضاپیما حدود 6 میلیارد کیلومتر از ما دور شده بود، دوربینش رو برگردوند و آخرین نگاهش رو به سمت خونه انداخت و نتیجه این تصویری که دنیا رو بهت زده کرد. آره، اون نقطه آبی کمرنگ زمین ماست. ولی ما هنوزم باید سفرمون رو ادامه بدیم تا جایی که بالاخره به مرزهای نهایی قلمرو خورشید برسیم، جایی که یه لایه عظیم از ذرات یخی به اسم ابر اورت دور تا دور منظومه شمسی رو در بر گرفت. یکم قبل‌تر در مورد مقدار مسافتی گفتم که وویجر 1 تا امروز تونسته طی کنه. اما جالبه که بدونید این فضاپیمایی که هر ثانیه 17 کیلومتر رو طی میکنه هنوز نتونسته بعد از نزدیک به 5 دهه حتی نزدیک به این مرز بشه. به زبان دیگه اگه بخوام بگم، زمان مورد نیاز برای اینکه وویجر 1 بتونه به طور کامل از منظومه شمسی و منطقه تحت تأثیر خورشید خارج بشه 28,000 ساله. با توجه به مسافتی که تا الان طی کردیم، مدتیه که رسما وارد فضای میان ستاره‌ای شد، جایی که تازه سفر کیهانیمون شروع میشه و از اینجا به بعد دیگه معیار ما برای اندازه‌گیری فواصل به سال نوری تغییر میکنه. یعنی مقدار مسافت
مسافتی که نور میتونه طی 1 سال زمینی طی کنه که چیزی در حدود 9.46 تریلیون کیلومتره. اولین مقصد سفر میان ستاره ما به سمت نزدیکترین ستاره بهمون یعنی پروکسیما قنتورسه. این منظومه ستاره‌ای حدود 4.24 سال نوری با ما فاصله داره. مسافتی که اگه قرار باشه با یه وسیله به سرعت وویجر 1 طیش کنیم بیشتر از 70,000 سال طول میکشه تا بهش برسیم. پس اینجا دیگه این سرعت اصلاً کافی نیست و باید دست به دامن سریعترین فضاپیمای ساخته شده به دست بشر بشیم. کاوشگر خورشیدی پارکر. سرعت این فضاپیما تو بیشترین حالتش به نزدیک 700,000 کیلومتر در ساعت یا 194 کیلومتر بر ثانیه میرسه. به نظر خیلی چشمگیر میاد. اما اگه بخوایم با همین سرعت به سمت پروکسیما قنتورس بریم، زمانی که نیاز داریم بیشتر از تمام تاریخ 5000 ساله انسان متمدن روی زمینه. یا دقیق‌تر بگم بیش از 6500 سال زمان نیاز داریم تا با سریع‌ترین فضاپیمایی که تا امروز موفق به ساختنش شدیم تازه به نزدیکترین همسایه ستاره‌ایمون برسیم. حالا وقتشه یه قدم بزرگتر برداریم و وارد مقیاس کهکشانی بشیم. کهکشان راه شیری یه مارپیچ باشکوه و زیبا که قطری در حدود 100,000 سال نوری داره و تو دل خودش صدها میلیارد ستاره وجود داره. ستاره هایی که هر کدوم ممکنه منظومه های خودشون رو داشته باشن. جالبه بدونین فقط تو همین کهکشان خودمون در حدود 300 میلیون سیاره وجود داره که تو ناحیه قابل سکونت منظومشون قرار داره. سیاراتی که حتی اگه موجودات هوشمندی روشون زندگی کنن متاسفانه هیچ وقت قرار نیست از وجود ما با خبر بشن. این نقطه آبی کوچولو رو ببینید. احتمالاً فکر کنید این نقطه ریز نشون دهنده کره زمین یا حتی منظومه شمسیه. ولی باید بگم که نه. این نقطه حباب رادیویی انسانیه که نشون دهنده شعاع گسترش فرکانس‌های رادیویی تو دل فضا توسط انسان. حبابی با شعاع حدود 100 سال نوری که نسبت به عظمت کهکشانمون حتی یه سر سوزن هم نیست. حبابی که خارج از اون ما اصلا وجود نداریم. اگه بازم بخوایم دورتر بشیم متوجه میشیم که کهکشان راه شیری با اون اندازه در برابر باقی عظمت‌های کیهانی یه بخش خیلی کوچیکه. با دور شدن از کهکشانمون به گروه محلی میرسیم. مجموعه‌ای از حدود 54 کهکشان که دور هم جمع شدن و راه شیری، آندرومدا، کهکشان مثلثی و چندین کهکشان دیگه توش قرار گرفتن. این گروه محلی فضایی به اندازه تقریباً 10 میلیون سال نوری رو اشغال کرده. به روایت دیگه این گروه محلی به قدری عظیمه که نور باید میلیون ها سال سفر کنه تا از یه طرف به طرف دیگه‌اش برسه. حالا که فهمیدیم حتی راه شیری خودمونم با تمام شکوهش فقط یه بخش کوچیک توی این مجموعه است، وقتشه بازم به سفرمون ادامه بدیم و اونقدری دور بشیم که به خوشه سنبله برسیم. یه مجموعه عظیم که اون گروه محلی که کهکشان ما توش بود یه جزء کوچیک ازشه. تو خوشه سنبله دست کم 100 گروه کهکشانی مثل مال خودمون وجود داره. یا به زبان دیگه بین 1300 تا 2000 کهکشان توی این خوشه قرار گرفتن. فاصله یک سر تا سر دیگه‌اش چیزی حدود 110 میلیون سال نوریه. ولی متاسفانه باید بگم که این داستان هنوزم ادامه داره و خوشه سنبله هم یه تیکه کوچیک از یه مجموعه عظیم‌تره. ابرخوشه لانیاکیا. این ابرخوشه تو دل خودش صدها هزار کهکشان و میلیون ها خوشه ستاره‌ای رو جا داده. یه ساختار فوق‌العاده عظیم که گسترش به بیش از 500 میلیون سال نوری میرسه. و ما راه شیری، کل گروه محلی، خوشه سنبله و حتی ابرخوشه لانیاکیا عضو کوچیکی از نهایت عظمتی هستیم که تا به حال تونستیم ببینیم، یا همون جهان قابل مشاهده ما که قطری در حدود 93 میلیارد سال نوری داره و بیش از 2 تریلیون کهکشان تو دل خودش جا داده. و این فقط چیزیه که برای ما قابل مشاهده است. آیا چیزی فراتر از اونم وجود داره؟ هیچکس دقیقاً نمیدونه. شاید آره، شاید هم نه. و قسمت ناراحت کنندش هم اینه که احتمالاً هیچ وقت نتونیم رازی که پشت مرز جهان قابل مشاهدهمون پنهان هست رو بفهمیم، چون هنوز نور اون بخش‌های دور فرصت نکرده به ما برسه و احتمالاً با این ابعاد بیکران کیهانی هیچ وقت هم به ما نمیرسه. راستی ما چی شدیم؟ هنوزم اونجاییم؟